و ما یه مبحثی داریم به اسم سنکلپا یا قصد یا نیت که به امید خدا در شاید نمیدونم به وقتش با هم دیگه اینو اضافه میکنیم توی تمرین. ولی من به شما یه تمرین میدم که از امروز یا فردا میتونین این تمرین رو انجام بدین. هر از گاهی بنشینین اگه دوست داشتین نوت بردارین و یه لیست از خواسته هاتون بنویسین. یه لیست از خواسته هاتون تهیه بکنین. این لیست رو ما به تدریج باهاش کار داریم. در طول چند ماه احتمالا میتونیم روش کار بکنیم یا حداقل 1 ماه روش کار میکنیم. بعد قرار نیستش که توی این لیست بخوایم روی چیزی خاصی تاکید بکنیم. هر چی خواسته دارین رو بنویسین، هر جوری دوست دارین بنویسین و بعد فردایش اگه وقت کردین برین سراغش، حالا دفعه بعدی دوباره لیستتون رو از بالا نگاه کنین یا نه اصلا بذارینش صفحه بعدی دوباره یه لیست جدید بنویسین. خب تا بگم چقدر، تا حدودا 30 روز اینطورا فقط لیست جدید بنویسین، لیست قبل رو نگاه نکنین و بعد از 30 روز میخوایم مرور بکنیم این لیستا رو. البته با من نه، با خودت. خب بریم برای تمرین. عالی. سوالی دارین؟ یعنی هر روز یه لیست جدید بنویسیم یا همون رو میتونیم تکرار؟ انگار حالا هر روزم ننوشتین، هفته 1 بار، اصلا انگار که الان میتونه تکراری باشه ولی منظورم اینه که به لیست قبلی نگاه نکنین. یعنی ببینین امروز خواسته های من، اگه بخوام خواسته های مهمم رو بنویسم، مثلا من چی میخوام الان، اولویت های من چیه، حتی میتونم به ترتیب بنویسم. خب ولی فرض کنین ممکنه دیروز یه چیزی رو مثلا نوشته باشم، من یه لیوان شیر میخوام، مثلا لیوان شیر رو گذاشته باشم اول لیست، آب پرتقال رو گذاشته باشم آخر لیست. حالا امروز با خودم فکر کنم میگم نه، من مثلا امروز دوست دارم آب توت فرنگی اون اول لیستم باشه. اصلا مهم نیست، بنویسه اون حسی که اون روز داشتین رو بنویسه. حالا ممکنه مثلا اون شیر هم بیاد توی لیستتون ولی حالا رتبهش تغییر کنه یا نه همون جای خودش باشه. اوکی، متوجه شدم. خب لیستتون رو نیازی نیست با من شریک بشین، منو برین هیچ سانسوری از توی لیستتون نداشته باشین و یه جام بذارین که دیگه با خیال راحت توش بخواین بنویسین. خب پاتون رو لطفاً باز کنین، یه کوچولو حرکت بدین، پاها رو بالا و پایین کنیم. 1 2 3 4 و 5. هر دو مچ پا کنار هم بچرخونم به راست. 1 2 3 4 و 5 به چپ. 5 4 3 2 و 1. پشت رو صاف میکنم، قفسه سینه باز، انگشتا به سمت بدن، یه دم میگیرم، بدن رو میکشم بالا، با بازدم از انتهای لگن خم میشم جلو، بدن رو میکشم جلو. عالی. برمیگردم 1 بار دیگه، دم، بدن رو میکشم بالا، بازدم، میکشم جلو. عالی. میستیم. ما چون این هفته آسانا داشتیم، همین روز قبل بود دیگه، امروز خیلی با آسانا کاری نداریم، فقط میخوایم یکم بدن رو آماده کنیم برای یوگا نیدرا. بیاین هر جایی از مت که دوست دارین بیستین، پا رو یکم باز بذارین، دستاتون رو قلاب کنین لطفاً. قلاب دست و بالای سرتون نگه دارین. وضعیت درخت نخل خرما رو میخوایم انجام بدین. با دم میرم روی پنجه، قلاب دست بره به سمت سقف، بازدم میام پایین، دم، نگاه به یک نقطه روبرو که تعادل رو بتونم راحت تر حفظ کنم، بازدم پایین. وقتی میرین بالا کامل بکشین، جا داریم قشنگ بدن رو بکشین بالا، بازدم بیاین پایین، دم برین بالا، برین بکشین بالا، بازدم بیاین پایین. 1 بار دیگه دم، بکشین بالا، بکشین و بازدم پایین. حالا این پا رو زمین نگه دارین، دست رو قلاب کنین بالا، دم بگیرین، بازدم برین به راست، یه خم ببخشید به پهلوتون بدین، برگردین با دم وسط، برین سمت دیگه، دم وسط. اگه جا داری کتفا رو ببخشید سرشانه ها رو از گوش دور کن،
دم وسط، بازدم سمت دیگه. عالی. بکش، دم وسط. قشنگ ماساژ داریم میدیم پهلوها و همینطور کش میاریم قد ستون فقراتو. یه دور دیگه، شاید بیشتر تونستی بری به پهلو. دم، بازدم و وسط. دست رها، دست رو یکم راحت تاب بده به اطراف، جلو و عقب، به سمت طرفین. مراقب باشین به در و دیوار نخورین، حادثه ندین. عالی. چرا یه رفع خستگی الانم چند لحظه نشسته بودین، حس کنین که دارین خستگیتون رو میکشین بیرون، یه پیچ بدین. عالی. دست رو سرشانه بچرخونیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 دایره بزرگ و 10 برعکس. 10 9 8 7 6 و 5 و 4 3 2 و 1. یه پا جلو، یه پا عقب. لگن رو توی یه خط تراز نگه دار. خیلی خوب. باسن یا لگن سمت راستت رو، اون پایی که جلوه، خب لگنش رو هول بده عقب. پای پشتی لگنش رو هول بده جلو، برعکس. خیلی خوب. دست رو به کمر نگه دار، زیر شکم یه ذره اکتیو، یه دم بگیر، بازدم بیا روی پا. اینجا نفس بکش، اون جایی که کش اومد بمون و نفس بکش. دم و بازدم. پاها رو محکم نگه دار و اعتماد کن به هر دو تا پات. با آرومی با دم برگرد، بیا بالا. جای پا رو عوض کن. دوباره همون کار میکنیم. لگن پای پشت رو هول میدیم جلو، پای جلویی بره عقب، شکم یه ذره تو اکتیو، قد ستون فقرات بلند. با بازدم میرم روی پای جلویی. هر جایی که احساس کشش اومد میمونم، نفس میکشم. پشتم صاف، پشت پا صاف. نمو بازدم با اعتماد به کف هر دو پا که روی زمین فیکسه. به آرومی با دم میام بالا و هر دو پا جمع. بسیار عالی. خب این از ایستاده ها. بنشینیم لطفاً. چند لحظه بفرمایید بشینین، یه استراحتی بدین به بدنتون. دستا روی پا، کف دستا میتونه رو به پایین باشه. چشما رو چند لحظه ببندین. آگاه بشین به تنفس طبیعی. آگاه بشین به کل بدن. عالی. به آرومی چشما رو باز میکنیم. خب لطفاً بفرمایین که توی وضعیت‌های معکوس آیا هر دو شما راحتین؟ تا به حال وضعیتی مثل ایستادن روی شانه انجام دادین؟ آیا وضعیتی مثل ستوباندا، وضعیتی که پله خیلی معکوس نیست، یه معکوس خیلی سبکه؟ ما الان امروز می‌خوایم ستوباندا بریم. ستوباندا حرکت سبکیه. از پشت دراز بکشیم. شما پیش هم نیستین. از نظر ایمنی خیلی مهمه که من بدونم اگر آشنا نباشین مثلا یه سری آماده سازی هایی رو بدم، با احتیاط بگم و اینها. خب لطفاً دراز بکشین، دستاتون رو بکشین بالای سر، پاها رو بکشین از پایین، به کشش کامل به بدن بدین. فقط کف پاتون رو بذارین زمین. ستوباندا میخوایم انجام بدین. ستوباندا اینطوریه که کف دستامون هم میذاریم کنار لگن، دم میگیرم قفسه سینه و بعد لگن رو هم میکشم بالا، کامل میام بالا، حالا تا جایی که برای من امکان داره. در عین حال دستام و کف پاهام باید فیکس باشه. حالا دستام هم میتونه زیر قلاب بشه، میتونم روی زمین فیکس بشه. شما هرچی براتون راحته لطفاً بمونین توی تمرین. در صورتی زود برگردین یا اصلا نرین که محدودیت دارین، حالا یا فشار خون بالا دور از جون یا ناراحتی های توی سینه، چشم،
خب نگاه جون، کف پا رو بیار یکم به سمت بدنت. آها، حالا لگن رو بده بالا. مصطفی جان، نه خیلی پا رو دادی عقب، یک کم دورتر کن. اینجا خوب. مصطفی جان، پاها به سمت بدن. میدونم خسته شدین، بیاین یه استراحت کنین دوباره. آها، حالا لگن بره بالاتر. بالا. دستا رو مصطفی جان شما به هم برسونی. از زیر به هم. بیاین استراحت کنین. بعد بریم. پس بکشین. بذار بدن رو شل کنین. هر وقت آماده بودین یک بار دیگه برین. با آرومی با دم بدن رو ببرین بالا. یادتون باشه دارین یوگا میکنین. ما با شکل جسمتون خیلی کاری نداریم. میخوایم راحتی رو پیدا کنیم. برای همین من جای دست و پا رو میگم. مصطفی جان رفتی بالا، امتحان کن لگنت رو بکش بالاتر. من میبینم جا داری. کف پا رو نزدیکتر کن به لگن لطفاً. بیا نزدیک. آها، خوب شد. عالیه. حالا اون دستا رو اگه میتونی یا به مچ پا بگیر یا به هم قلاب کن. دستا رو تو همون زیر. آها، قلاب محکمی بساز. مچ پا رو رها کن. قلاب بکشین. اون قلاب به سمت پاها. قلاب دستا بکشین به سمت پاها. برای اینکه سینه باید بازتر بشه. نفس بکشین. دم و بازدم ریلکس. با بازدم بعدی برگردین. مهره به مهره برگردین. با ضرب برنگردین. خیلی خوب. عالی. پاها رو رها کنین. پاها رو از هم فاصله بدین. دستا رو از بدن فاصله بدین. حالا اگه آجرک دارین، اگر از این مثل بالشت من، از این بالشتای باریک و بلند دارین که تقریبا ارزش مثل آجرک، یا دارین، اگه هیچ کدومو ندارین وردنه اگه دارین و با همه وسایل. آها، خب اون بالش یکم پهنه مصطفی جان. اون بالش. آها، آجرک عالیه. این جناب آجرک رو ما میذاریم. میخوایم که ماتسی رو، چون وضعیت ماهی رو ما میتونیم بدون آجرک بریم، ولی ما میخوایم یه ذره تاثیر حرکت رو متفاوت کنیم. اینو میذارم روی زمین. بعد میخوام روش دراز بکشم طوری که این آجرکه میره توی توراکس، یعنی اینجا پشت بین دوتا کتف من. اگه پشت من رو بتونین ببینین، میاد اینجا قرار میگیره. گردنم روش نیست، گودی کمرم هم روش نیست، درست پشت کتفا اینجا. خب پس من اینو میذارم خیلی با احتیاط. اول لگن رو میذارم زمین، تنظیم میکنم نسبت به قدم و بعد روش دراز میکشم. حالا هر موقع که شما آماده بودین شما هم همین کار رو انجام بدین. سرتون قراره آویزون بشه به سمت زمین. دستا و پاهام ریلکسه، ولی اگر فشار چشم و سر حس میکنین و خیلی اذیتین، یه آجر هم زیر سرتون بذارین که سر و سینه یه خط بشه. اگه نه بذارین سر کاملا رها بشه. نفس بکشین. باید راحت باشین و هر دو راحتین. پا صافه. نگاه جون، پا صاف. پا صاف. باید راحت باشین، مثل حکیم پتنجلی که تو کتاب میگن که باید سوکشما استیرا، آسان، پایدار بتونین توش بمونین. پاها رو شل کنین، دستا رو شل کنین. این وضعیت حالت ریلکسی باید داشته باشه. و اگر ندارین، اگر نیاز به جابجا هست جابجا کنین. و اگر فقط براتون جدیده، نفس بکشین. چشما رو باز بذارین. یک نقطه رها رو ببینین توی سقف و تنفستون رو آزاد بذارین. ممکنه وسطاش احساس کنین دلتون میخواد زیر سر رو پر کنین. این کار بکنین. به خودتون سخت نگیرین. خودتون رو تحت فشار نذارین. دم و بازدم. عالی. به خصوص فضای سرشانه رو آزادتر بذارین. توی قفسه سینه رو باز بذارین. لگن رو آزاد بذارین.
چهره رو آزاد بذارین. عالی. و حالا اگه میتونین آگاه تر بشین به تنفس، کیفیت تنفس، بدون اینکه بخواین تغییری بدین. ببینین تنفس شکمی براتون چطوره، کیفیتش، امکانش هست تنفس شکمی داشته باشین؟ عالی. رها کنین تنفس رو، آروم کف پا رو بذارین زمین، از همونجا فقط قل بخورین به پهلوی راست، آجرتون رو قل بدین بیرون و دوباره دراز بکشین به پشت. آجرتون رو هل بدین بیرون و کمر رو بذارین رو زمین. خیلی عالی. دست رها، پا رها، تمام بدن رها. یه لحظه هم اینجا یه استراحت کنین. میتونین اگه دوست داشتین کف پا رو به هم برسونین. سوپتا بادا کناسانا، وضعیت پروانه خوابیده. اگر دوست داشتین زیر رانها رو 2 سمت آجرک بذارین، یه مقدار ریلکس تر میشه لگنتون. و میدونین یکی از رازهای انعطاف پذیری در بدن همین رها کردن و ریلکس بودنه. با فشار عضلات باز نمیشن. در قدرت، حتی تمرینات قدرتی، به جای اصرار خیلی وقتا مشاهده و تسلیم موندن در حرکت، تسلیم در حرکت هست که ما رو میتونه به مقصد برسونه. پس خیلی وقتا اون چیزایی که به نظر میان در ظاهر اون شکلی نمیشه بهشون رسید. عالی. حالا پا رو به آرومی جمع کنین، به پهلوی راست بچرخین، بدنتون رو چند لحظه در آغوش بکشین با دست ها اطراف شکم، پاها و کم کم بفرمایین بشینین. وقتی نشستین، توی کلاس آسانا شما الان یه تمرین تنفسی داریم به اسم کاپلاباهاتی که من رو گفتم برای اینکه مرور کنین. حتما وقتی آسانا تمرین میکنین اون تمریناتش جدا، سلام بر خورشید و چی و چی و چی و بعد کاپلاباهاتی بود که اون قبل سلام بر خورشید بذارین. الان یه تمرین تنفسی داریم، تمرین متناوب آلترناتیو. قبلا انجامش دادین ذهنی، الان با انگشتتون میخواین انجام بدین. ما ویشنو مودرا میگیریم و تا 2 تا انگشت اشاره و وسط رو خم میکنیم، انگشت حلقه و شست رو باز میکنیم. پس من اینجا نشون بدم. ویشنو مودرا، انگشت اشاره و وسط خمه، حلقه و شست بازه. خب این انگشت مال دست راستمه، راستو میذارم جلوی بینی، میخوام با شست سوراخ راستو بگیرم، با انگشت حلقه سوراخ چپ. توی تمام تنفس ها پشت من باید صاف باشه، نشستنم باید راحت باشه. پس جوری بشینین که میتونین صاف باشین و راحت، دیگه تکون نخورین. خب اول سوراخ راست بینی رو یه بار فقط نگاه کنین. میگیرم، دم چپ، بازدم چپ. چند شماره؟ بذارین یه شماره بدیم که راحت تر باشه. 4 دم، 6 بازدم، حبسم نداریم. بعد که تموم شد اینو میبندم، چپ رو میبندم از راست. 4 دم، 6 شماره بازدم. حالا ممکنه من تو ذهنم بگم 1 2 3 4، ممکنه بگم 1 2 3 4. شمارش ذهنی شماست. پس اونجوری تنظیم کنین که با نفس‌های طبیعیتون تقریبا میخونه و وسطش کم نیارین، یا بعد تو بازدمه نمونین بگین آخه چرا دیگه بازدم ندارم بیشتر از این. پس بازدم رو باید یه کم کنترل شده تر بدین بیرون. سوالی دارین؟ تا کی ادامه بدیم؟ تا هر وقتی که بهتون اعلام کردم. فقط یادتون باشه دارین از چپ شروع میکنین و باید آخرین دوری که تموم میکنین از راست باشه. یعنی بازدم راست رو که انجام دادین میشه چپ دم، چپ بازدم، راست دم، راست بازدم. این شد یه دور.
پس هر جا من گفتم دیگه تمرین خاتمه میدیم، اگه تو چپ بودین برین راستش رو تکمیل کنین که دیگه بعدش خاتمه بدین. بریم. چشمو میبندیم. هر وقت آماده بودیم شروع میکنیم. در حین تنفس همینطور که دارین ادامه میدین ممکنه متوجه بشین جاهایی از بدن مثل صورت رو منقبض کردین. اونا رو هم ریلکس بذارین. بی شتاب و بی عجله. هر بار که دارین از یک سوراخ بینی تمرین رو انجام میدین دارین کانالای زیادی در بدنتون رو پاکسازی میکنین، تنظیم میکنین. این دوری که انجام دادی بعد از آخرین بازدم از راست تمرین رو خاتمه بدی. و بعد به آرومی از پشت دراز بکشین. آماده بشین برای یوگا نیدرا. مکان تمرینتون رو لطفاً آماده کنین. نور رو، دمای محیط رو اگه نیازی هست یا ملفه پتو بذارین اگر نیاز هست. اگه برای زیر زانوها ساپورتی نیاز دارین بذارین. زیر سر، زیر کمر، بر صورت راحت ترین حالت رو لطفاً فراهم کنین و بعد از پشت دراز بکشین. ممکنه نیاز باشه کمی حرکت خاصی بدین، مثلا سر رو به چپ و به راست حرکت بدین. مطمئن بشین که گردن کاملا فضای راحت و آزادی داره. اگر پایین کمر و لگن نیاز هست تنظیم بشه. اگه احتیاج دارین دست و پاتون رو یه بار منقبض کنین، سفت کنین و بعد رها کنین به سمت زمین. چشمانتون رو لطفاً ببندین و از این لحظه با صدای من همراه بشین. در طول تمرین بیدار و آگاه هستی بدون هیچ اصراری بر هیچ بخش از تمرین. آگاهی و توجهمون رو بیاریم به بدن، جایی که دراز کشیده، چشمان بسته است و بدن رو به تدریج رهاتر و رهاتر میکنیم به سمت زمین. اجازه بده که بدن به طور کامل دیگه استراحتی عمیق رو تجربه بکنه. همینطور ذهنت، احساساتت، همه اونچه که انجام شد رو پشت سر گذاشتی و این لحظه زمان رها کردنه. آگاه شو چند لحظه به حس شنوایی. چند لحظه آگاه شو به صداهایی که در محیطت هست. بدون اینکه درگیر صدای خاصی بشیم
به تمام صدایی که به گوش میرسه توجه کوتاهی داشته باش و آگاه باش. آگاهی از صداهای اطراف، آگاهی از صداها رو رها کن لطفاً. آگاهی و توجه رو بیار به حس لامسه. حس لامسه، لمس بدن و هوای محیطی که درش هستی. لمس بدن و لباس یا روانداز. لمس بدن با زمین. آگاهی و توجهت رو بیار به تماس میان پلک ها، پلک بالا و پلک پایین در هر دو چشم. پلک بالا و پایین. آگاه شو به تماس ظریف میان لبها، لب بالا و پایین. تماس ظریف میان زبان و دندانهای عقب. زبانی که رهاست، شله و کمی با دندانهای عقب در تماس. آگاه شو به تماس بدن با زمین. آگاه شو به تمام فرم بدن. حس لامسه رو رها کن. آگاه شو به تمام فرم بدن، جایی که هستی. تمام بدن در آسودگی کامل رها شده به سمت زمین. اجازه بده همه اون چه که در اراده تو هست اونها رو هم بسپاری به زمین و با هم تجربه میکنیم گردش آگاهی در بدن رو. توجه رو بیار به انگشت شست دست راست، انگشت اشاره، انگشت میانی، انگشت حلقه و انگشت کوچک. آگاه شو از کف دست، پشت دست، مچ دست راست، ساعد دست، آرنج، بازو، سرشانه، زیر بغل، پهلوی راست، نیمه راست لگن، ران راست، زانو، پشت زانو، ساق پا، قوزک پا، پاشنه، کف پا، روی پا، انگشت شست، انگشت دوم، سوم، چهارم و پنجم. آگاه شو از انگشت شست دست چپ، انگشت اشاره، انگشت میانی، حلقه و انگشت کوچک، کف دست، پشت دست، مچ دست چپ، ساعد دست، آرنج، بازو، سرشانه چپ، زیر بغل، پهلوی چپ، نیمه چپ لگن، ران چپ، زانو، پشت زانو، ساق پا، قوزک پا، پاشنه، کف پا، روی پا، انگشت شست، انگشت دوم، سوم، چهارم و پنجم. آگاهی و توجه رو بیار به پشت لگن، پشت کمر، تمام ستون فقرات، کتف راست، کتف چپ، تمام صفحه پشت بدن، پشت گردن، پشت سر، تاج سر، پیشانی،
شقیقه راست، شقیقه چپ، ابروی راست، ابروی چپ، نقطه میان دو ابرو، چشم راست، چشم چپ، مژه های راست، مژه های چپ، گونه راست، گونه چپ، گوش راست، گوش چپ، بینی، نوک بینی، سوراخ‌های بینی، لب بالا، لب پایین، فک پایین، زبان، گلو، روی گلو، سمت راست ترقوه، سمت چپ ترقوه، میان ترقوه، سمت راست سینه، سمت چپ سینه، میان سینه، ناف، پایین شکم، کشاله ران راست، کشاله ران چپ، تمام بدن، تمام بدن، تمام بدن، آگاه شو به تمام بدن در همه قسمت ها. آگاهی و توجهت رو بیار روی تنفس های طبیعی و خود به خودی. تنفس های طبیعی همون گونه که هستن رو فقط مشاهده کن. تنفس های طبیعی رو فقط مشاهده کن و همزمان به انقباض و انبساط درون قفسه سینه، دنده ها و حتی شکم آگاه شو. با هر دم و بازدم خود به خودی آگاه شو به تغییرات بالاتنه، انقباض و انبساط خود به خودی در بالاتنه. زمانی که داری تنفس خود به خودی رو مشاهده می‌کنی، تنفسات رو بشمار. از شماره 27 شروع کن و به طور معکوس تا شماره 1 بشمار. اگر در حین شمردن شمارش رو فراموش کردی، گم کردی یا به عدد 1 رسیدی، دوباره به عدد 27 برگرد. هر نفس رو شامل دم و بازدم 1 شماره بهش اختصاص بده. دم 27، بازدم 27، دم 26، بازدم 26 و به همین ترتیب بدون اینکه تنفس رو تغییری درش ایجاد کنی به شکل معکوس شماره رو ادامه بده. تنفس‌های کاملا خود به خودی با شمارش معکوس در طول دم و بازدم به انقباض و انبساط خود به خودی تن آگاه باش و شماره ها رو ادامه بده. بیداری و با صدای من همراهی. دم و بازدم کاملا طبیعی، جریان کاملا طبیعی تنفس. شمارش تنفس ها رو رها کن. در هر شماره که هست تنفس ها رو رها کن. آگاهی و توجهت رو بیار به وزن بدن.
آگاه شو از وزن بدن روی زمین و شروع کن به گسترده کردن وزن بدن. گویی که بدن هر لحظه سنگین تر میشه. بدن رو سنگین تر حس کن. وزن بدن هر لحظه افزایش پیدا میکنه. بدن سنگین و سنگین تر میشه. مثل وزنه سنگین، بدن سنگین و سنگین تر. بدن کاملا سنگین. تمام بدن سنگین. سنگینی رو حس کن. سنگینی رو رها کن. سنگینی رو رها کن و اجازه بده بدن هر لحظه سبک و سبکتر بشه. حسی از سبکی رو در بدن گسترش بده. مثل یک چوب پنبه سبک. بدن کاملا سبک و سبکتر میشه. تمام بدن سبکتر و سبکتر. مثل یک چوب پنبه سبک یا مثل یک پر سبک. بدن سبک و سبک. بدن کاملا سبک. سبکی رو حس کن در تمام بدن. سبک سبک. سبکی رو رها کن. سبکی رو رها کن. آگاه شو به کف پاها. یک روز سرد زمستونی با برف رو تصور کن. انگار پاها روی زمین برفی هستن. اجازه بده سرما و سردی وارد پاها بشن. انگار که سرما میخزه در پاها میره بالا و پخش میشه در تمام بدن. تمام بدن شروع میکنه به سرد شدن. سرد. تمام بدن سردتر و سردتر میشه. سرد سرد. تمام بدن سرد سرد میشه. سرد سرد. سرما رو رها کن. سرما رو از بدن رها کن. آگاه شو به اطراف شکم و ناف. یک روز گرم تابستون رو به یاد بیار که خورشید درخشان گرماش رو روی شکم پخش میکنه. گرما رو در شکم ایجاد کن و حس کن. گرمای زیاد خورشید در شکم و اجازه بده که این گرما پخش بشه در تمام بدن. بدن گرم گرم گرم. گرما در تمام بدن پخش میشه. گرم گرم. تمام بدن به تدریج گرم گرم میشه. گرما بدن رو پر میکنه. گرم گرم. گرما رو رها کن. گرما رو رها کن. یک بار دیگه آگاه شو به تنفس خودت. تنفس طبیعی. آگاه شو به تنفس ها در نوک بینی و کمی تنفست رو عمیق‌تر کن. دم رو عمیق‌تر بگیر
باز دمت رو طولانی تر کن. تنفس رو تغییر بده. دم رو عمیق تر کن. باز دم رو طولانی تر کن. آگاهی و توجه که در تنفس داره جاری میشه رو کم کم باش حس کن. بدنت رو آگاهتر شو به بدنی که روی زمینه در محل تمرینی. به یاد بیار فضای تمرینیت رو، جایی که دراز کشیدی، و یک بار دیگه لمس کن هوای اطراف رو. یک بار دیگه لمس لباس ها روی بدن رو به یاد بیار و لمس بدن رو روی زمین به یاد بیار. و همینطور به یاد بیار صداها رو. توجه کن به صداهایی که توی محیط الان هست. هر صدایی که میاد آگاهتر شو به حضور در محیط تمرینی. بیدار هستی و آگاهتر شو به بدنت. کمی انگشتان پاهات رو حرکت بده. یک دم و بازدم. انگشتان دست رو حرکت بده. پاها رو بکش 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 و رها کن. دست‌ها رو بکش 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 و رها کن. سر رو به سمت چپ ببر، به سمت راست و وسط رها کن. هریوم تاتسات. دستا رو هم ماساژ بدین، همینجا گرم کنین و بعد دستا رو بذارین روی چشماتون. پلک بزنین توی دستا، چشما رو باز کنین و بعد دستا رو کنار ببرین. بچرخین به پهلوی راست. پاها رو توی شکم بغل بگیرین لطفاً و کم کم بفرمایین بنشینین. هریوم تاتسات. هریوم تاتسات. تمرین یوگا نیدرای ما به پایان رسید. دعای خیر و برکت خودمون رو جاری میکنیم برای همه موجودات، همه انسان ها. از نیروی معلم حقیقی درونمون، نیروی همیشه حاضر، سپاسگزاریم برای امروز و این جلسه. هریوم تاتسات. با آرومی میتونیم دیگه جلسه رو ترک کنیم. به خدا میسپارم. مراقب خودتون باشین تا شنبه بعدی.